خودتو آماده کن برای یه تست رنگی جالب که میتونه سن ذهنی تو به همون بگه. مغز آدما همیشه با شناسنامه‌شون هماهنگ نیست. یه روز مثل یه بچه بازیگوش همه چی براش هیجان انگیزه و یه روز مثل یه پیرمرد دنیا دیده فقط دنبال سکوت و آرامشه. این تفاوت رو بهش میگن سن ذهنی. حالا سوال اینه، تو واقعا چند سالته؟ نه از نظر شناسنامه، از نظر ذهنی. این تست میتونه کمکت کنه بفهمی توی دنیای ذهنیت یه بچه بیخیال و سرخوشی یا یه آدم حسابی با تجربه و عاقل یا دقیقاً همسن و سال خودتی. کاری که باید بکنی خیلی ساده است. به سوالاتی که میپرسیم جواب بده. امتیاز هر جواب رو یادداشت کن. در آخر امتیازها رو با هم جمع بزن و جواب نهایی تو ببین. دیگه زیاد حرف نمیزنم. آماده ای؟ بزن بریم سراغ اولین سوال. سوال شماره 1. اینجا 5 تا طیف خیلی قشنگ از رنگ صورتی داریم. کدوم یکی بیشتر از همه به دلت نشسته؟ اگه A رو انتخاب کردی 3 امتیاز داره. اگه B رو بیشتر دوست داشتی 2 امتیاز میگیری. اگه C مورد علاقت بود 1 امتیاز برات حساب میشه. اگه D انتخابت بوده 5 امتیاز داری و اگه E رو ترجیح دادی 4 امتیاز برای خودت بنویس. سوال شماره 2. به این عکس نگاه کن. به نظرت توی این تصویر کدوم رنگ بیشتر از همه به چشم میاد یا غالب تره؟ 5 تا گزینه پیش رود داری. A, B, C, D یا E. اگه انتخابت A بوده 4 امتیاز میگیری. اگه B رو گفتی 5 امتیاز برات حساب میشه. اگه رنگ C به نظرت غالب بود فقط 1 امتیاز داری. اگه D رو انتخاب کردی 2 امتیاز میگیری و انتخاب گزینه E یعنی 3 امتیاز. سوال شماره 3. به این عکس خوشگل نگاه کن. فقط یه سوال ازت داریم. به نظرت این عکس سیاه و سفیده؟ اگه فکرت اینه که بله سیاه و سفیده 5 امتیاز برای خودت یادداشت کن. اگه نه هیچ امتیازی نمیگیری. قبل از اینکه بریم سراغ سوال بعدی یه لحظه صبر کن. یه لایک بزن که خستگیم در بره. بعدش هم اگه حال کردی کانال رو سابسکرایب کن چون قراره کلی ویدیوهای باحالتر بیاد که دلت نمیخواد از دستشون بدی. خب سوال بعدی منتظرته. سوال 4. امیدوارم که غروب آفتاب رو به اندازه من دوست داشته باشی چون اینجا 4 تا عکس از قشنگترین غروب‌های دنیا رو برات آوردیم. حالا یکیش رو انتخاب کن. اگه غروب اولی رو انتخاب کردی 3 امتیاز میگیری. اگه دومی نظرتو جلب کرد 2 امتیاز برات حساب میشه. غروب سوم که خیلی خوشگل و خاصه 4 امتیاز داره. و در نهایت غروب شماره 4 برات فقط 1 امتیاز میاره. سوال 5. حالا که با رنگ‌های صورتی حسابی حال کردیم بریم سراغ طیف‌های آبی. کدوم یکی بیشتر به دلت نشست؟ اگه A انتخابت بود 2 امتیاز میگیری. اگه اون آبی رویایی گزینه B رو پسندیدی 4 امتیاز بنویسه. C برات 3 امتیاز داره. اگه D رو انتخاب کردی 5 امتیاز داری و اگه E انتخابت بود 1 امتیاز میگیری. سوال 6. بفرما. اینم یه منظره قشنگ زمستونی. توی این عکس اول از همه چه رنگی به چشمت خورد؟ اگه سفید رو اول دیدی 1 امتیاز میگیری. اگه انتخابت گزینه B بود 4 امتیاز. اگه C به چشمت اومد 5 امتیاز برات حساب میشه.
و گزینه‌های دی و ای به ترتیب 3 و 2 امتیاز دارن. سوال هفتم. بیایید یکم آسون ترش کنیم. فقط یه رنگ برای آب انتخاب کن. اگه سبز یا گزینه A انتخابته 2 امتیاز بنویسه. اگه زرد یعنی گزینه B رو بیشتر دوست داری 4 امتیاز میگیری. صورتی یا C یعنی 5 امتیاز. قرمز یعنی گزینه D برات فقط 1 امتیاز داره. اگه گزینه خاص و متفاوت ای رو زدی 6 امتیاز نوش جونت. و اگه آبی یا F رو انتخاب کردی 3 امتیاز میگیری. سوال هشتم. به این عکس نگاه کن. به نظرت روشن‌ترین رنگ توی این تصویر کدومه؟ اگه گزینه A رو انتخاب کردی 4 امتیاز برای خودت بنویس. اگه B انتخابت بود 2 امتیاز میگیری. C که قرمزه برات 1 امتیاز داره. اگه D رو گفتی 5 امتیاز داری. و گزینه ای هم برات 3 امتیاز میاره. اینم از آخرین سوال. حالا وقتشه که امتیازاتو جمع بزنی. بریم سراغ نتایج تستی که انجام دادیم. اگه امتیازت بین 7 تا 12 شد، سن ذهنیت زیر 20 ساله. مهم نیست توی شناسنامه‌ت چی نوشته شده. ته دلت هنوز یه نوجوان بیخیال و پر از شور و هیجانی. اگه خیلی هم از 20 سالگی گذشتی، دمت گرم. هنوز اون حس و حال جوانی و عشق به زندگی رو توی خودت حفظ کردی. همیشه بدرخشه. اگه امتیازت بین 13 تا 20 باشه، تو از نظر ذهنی بین 20 تا 29 ساله‌ای. پر انرژی، خلاق و زنده. اگه امتیازت 21 تا 28 شده، سن ذهنیت 30 تا 39 سال است. همچنان فعال و کنجکاوی، ولی در کنارش مسئولیت پذیر و منطقی هم هستی. در واقع یه تعادل طلایی داری بین شاد بودن کودکانه و استقلال بزرگسالانه. بهترین حالت ممکنه. اگه امتیازت بین 29 تا 35 شده، تو از نظر ذهنی بین 40 تا 49 ساله‌ای. با تجربه و پخته‌ای و دقیقاً میدونی که چی از زندگی میخوای. وقتی چیزی برات مهمه، براش وقت میذاری. اگه امتیازت 36 تا 40 شده، سن ذهنیت بالای 50 ساله. و این اصلاً چیز بدی نیست. برعکس نشونه خرد، آرامش و درک بالای زندگیه. قدر لحظه ها رو میدونی و دوستات همیشه برای نصیحت و آرامش پیش تو میان. تو از اون آدم هایی هستی که بودنشون توی زندگی بقیه یه نعمته. خب حالا بگو ببینم سن ذهنی چند شد؟ چقدر با سن واقعیت فرق داره؟ برامون توی کامنت ها بنویس. اگه از این تست خوشت اومد حتما لایک کن و با دوستات به اشتراک بذار تا اونا هم سن ذهنیشونو بفهمن. و اگه دلت میخواد تستای باحال دیگه یا ویدیوهای سرگرم کننده و آموزنده ببینی، کانالمو سابسکرایب کن و به کانال رازآمیز ملحق شو. اگه امتیازت 36 تا 40 شده، سن ذهنیت بالای 50 ساله. و این اصلاً چیز بدی نیست. برعکس نشونه خرد، آرامش و درک بالای زندگیه. قدر لحظه ها رو میدونی و دوستات همیشه برای نصیحت و آرامش پیش تو میان. تو از اون آدم هایی هستی که بودنشون توی زندگی بقیه یه نعمته. خب حالا بگو ببینم سن ذهنی چند شد؟ چقدر با سن واقعیت فرق داره؟